میدونی مامانا تو چه کاری خیلی حرفه‌این؟ 1000 جور کار رو با هم انجام دادن. ولی راستشو بخوای بعضی وقتا آدم حس میکنه که چند تا شغل تمام وقت داره بدون حقوق. یه دقیقه آشپز هستیم، یه دقیقه معلم، یکم بعدش راننده، بعضی وقتا هم پرستار یا مشاور. این وسط هم دوست داریم که خونه مرتب باشه، خرید انجام شده باشه، غذا آماده باشه و خودمونم یه عالمه انرژی داشته باشیم. اما یه چیزی همیشه ته دلمون صدا میزنه: من بیشتر از این زندگی میخوام. من میخوام یه کاری داشته باشم که برای خودم باشه. واسه همینم بود که من رفتم سراغ یه کاری که خودشو با روزهای پرمشغله مادر بودن هماهنگ میکنه. کاری که نه زمان زیادی ازم میگیره نه اینکه انرژیمو میکشه. چون اگه راستشو بخوای من نمیخواستم بین نقش مادر بودنم و آینده‌ای که عاشقشم یکی رو انتخاب کنم. هر دو رو میخواستم و خدا رو شکر که امروز اینو دارم. ما مثل بقیه از اول 0 شروع کردیم. خب حالا این اتفاق افتاد. پس یادتون باشه این مسیر از اعتماد به نفس میره به سمت تراست و موفقیت. بعدش فوق‌العاده است. وقتی که شما جا بیفتین و یاد بگیرین دیگه عالی پیش میره. تو هم میتونی یه کاری داشته باشی که مال خودت باشه، حتی بین شلوغی‌های روزمره. اگه آماده‌ای با هم شروع کنیم.